غصب 275 باب منزل، مکتب و مسجد از سوی طالبان در پنجشیر. شورای جهانی پنجشیریان در یک گزارش تحقیقی ادعا کرده است که طالبان 285 باب منزل مسکونی، 13 باب مسجد و 12 باب مکتب را غصب کردند. این گزارش تحقیقی روز چهارشنبه 25 دلو از سوی مسئولان شورای جهانی پنجشیریان در یک نشست خبری آنلاین با رسانه‌ها شریک شد. بر بنیاد این گزارش، طالبان در این شمارخانه ساختمان‌های مکاتب و مساجد جنگجویان و فامیل‌هایشان را جابجا کردند. در این گزارش آمده است که در حال حاضر دست کم 21,000 جنگجوی طالب در پنجشیر حضور دارند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که طالبان در شماری از مناطق حتی چشمه‌های آب را نیز به خود اختصاص دادند و به باشندگان محل اجازه استفاده از آنها را نمی‌دهند. افزون بر این، جنگجویان طالبان بر زمین‌های زراعتی باشندگان پنجشیر گشت و گذار می‌کنند و کشاورزان را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. بر اساس این گزارش، طالبان در مناطقی که احساس خطر امنیتی می‌کنند، باشندگان آن مناطق را کوچ اجباری دادند. همچنان طالبان شماری از بازارهای محلی را تصاحب کردند و تمام ضرورت‌های خود را از بیرون می‌آورند. شورای جهانی پنجشیریان افزوده است که غصب جایدادهای نظامیان و غیر نظامیان بر بنیاد ماده 7 و 8 اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری جنایت جنگی و عملکرد ضد حقوق بشری محسوب می شود. این شورا خواستار به کیفر رساندن طالبان در دادگاه بین المللی لاحق شده است. گفتنی است که ولایت پنجشیر بیشتر از 1 سال پیش گواه درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی بود. هرچند در 1 سال گذشته این درگیری‌ها توقف یافته است، اما طالبان در 2.5 سال گذشته شرایط امنیتی، اقتصادی، آموزشی و صحی این ولایت را به گونه کامل مختل کردند.